سلام. هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز سه‌شنبه 27 مرداد آغاز میشه. از ساعت 19:15 دو بازی برگزار میشه. پیکان گلگهر، نساجی مازندران، استقلال. 19:30 آلومینیوم عراق و چادرملو اردکان به مصاف هم میرن و سپاهان و تراکتور از ساعت 20 برگزار کننده مهمترین و حساسترین بازی این هفته هستن. این رقابت‌ها روز چهارشنبه 28 مرداد هم پیگیری میشه که در مهمترین بازی پرسپولیس و استقلال خوزستان روز چهارشنبه از ساعت 19:30 مقابل هم سفارایی میکنن. قرعه کشی لیگ نخبگان آسیا برگزار شد و استقلال و تراکتور حریفان خودشون رو شناختن. حریفان استقلال العین امارات، اسد قطر، شباب الاهلی امارات، نفتچی ازبکستان، القرافه قطر، الوصل امارات و پاختاکور ازبکستان. حریفان تراکتور هم شباب الاهلی امارات، القرافه، الوصل، پاختاکور، الشمال قطر، اسد قطر، العین امارات و نفتچی ازبکستان. در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا 16 تیم حاضر 4 مسابقه در خونه و 4 مسابقه بیرون از خونه برگزار می‌کنند. بعد از پایان مرحله گروهی 8 تیم برتر جدول نهایی این رقابت‌ها جواز حضور در مرحله 1/8 نهایی رو کسب می‌کنند و از دور 1/4 نهایی بازی‌ها در کشور عربستان برگزار خواهد شد. اما قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا سطح 2 هم برگزار شد و گلگهر ایران با الجزیره امارات، المحرق بحرین و آرکاداغ ترکمنستان هم گروه شد. دوشنبه شب خبری منتشر شد مبنی بر اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده که مهلت باشگاه استقلال برای معرفی ورزشگاه میزبان در رقابت‌های لیگ نخبگان به پایان رسیده و AFC تکلیف استادیوم میزبان مسابقات آبی پوشان رو خودش مشخص خواهد کرد. گفتنیه که تراکتور کشور عمان و گلگهر تاجیکستان رو به عنوان کشور ثالث برای میزبانی در رقابت‌های آسیایی انتخاب کرده. اما روز سه‌شنبه یعنی امروز باشگاه استقلال بیانیه منتشر کرده و گفته که استقلال برای میزبانی لیگ نخبگان ابتدا کشورهای امارات، قطر، عراق و ازبکستان رو بررسی کرد که امارات، قطر و ازبکستان نپذیرفتند و عراق تاییدیه اولیه داد. عمان هم به دلیل نداشتن تجربه میزبانی لیگ نخبگان کنار گذاشته شد و در نهایت عراق به عنوان گزینه مناسبتر انتخاب شد. با توجه به محدودیت میزبانی همزمان 3 تیم در عراق، تراکتور عمان رو انتخاب کرد و استقلال و نماینده عراق به عنوان گزینه‌های میزبانی در عراق معرفی شدند. قراره بعد از قرعه کشی و مشخص شدن بازی‌های استقلال، فدراسیون فوتبال عراق تایید نهایی میزبانی رو اعلام کنه. حالا باشگاه استقلال درست میگه یا AFC میگه دیگه مهلت به پایان رسیده و استقلال استادیوم معرفی نکرده، ما خودمون تعیین میکنیم. استقلال میگه ما منتظر قرعه کشی بودیم تا عراق تایید نهایی رو بده و ما به AFC معرفی کنیم. حالا کی راست میگه؟ پیدا کنید پرتغال فروشو. نکته‌ای که در مورد میزبانی نماینده‌های ایران وجود داره اینه که وقتی بازی‌ها در کشور ایران برگزار نشه و مسئله میزبانی که خیلی هم مهم هست تاثیرگذار نباشه، دیگه اصلاً واقعا اون همه جنگ و جدال و اینکه آقا تورنمنت 3 جانبه برگزار کنیم، نماینده های ایران بشناسیم، اصلا لزومی داشت؟ اصلا همین الانم نماینده های ایران شانسی دارن که بخوان برن در لیگ نخبگان یا لیگ قهرمانان آسیا سطح 2 بخوان بازی کنن یا نه؟ واقعا چقدر بعضی موارد بی اثر میشه با این رفتارها و با این تصمیم هایی که گرفته میشه در فوتبال ایران و البته که همش هم مستقیم به خود فوتبال مربوط نمیشه، مسائل اجتماعی و سیاسی هم دخیله و گاهی اوقات فکر میکنم که همین الان هم چقدر فوتبال برامون بی‌معناه، همین الان هم چقدر انگاری الکی داریم دل خودمون رو خوش میکنیم به اینکه با فوتبال روزگارمون رو بگذرونیم. اما بیزنس به سبک نساجی. کسری طاهری و دانیال ایرو حدود 1 ماه پیش با عددی معادل 1,100,000 یورو خریداری شدند در مجموع و حالا
نساجی ها با حدود 1,450,000 یورو موفق شدند که کسری طاهری و دانیال ایری رو به سپاهان و پرسپولیس بفروشن تا این وسط حدود 350,000 دلار نصیب این باشگاه قائم شهری بشه. البته که حرف و حدیث زیاد بود، هم در مورد دانیال ایری و هم در مورد کسری طاهری و اینکه انتقالشون به سپاهان و پرسپولیس غیر قانونی بوده و دیگه حالا باید منتظر باشیم در طول فصل ببینیم این ماجرای شکایت و شکایت کشی از باشگاه‌ها تا کجا ادامه پیدا میکنه و آیا این انتقال ها قانونی محسوب میشه یا خیر. این هم از عجایب فوتبال پرحاشیه ایرانه. همونطور که میدونید رامین رضاییان بالاخره به فولاد خوزستان پیوست و به اهواز سفر کرد، اما این انتقال کم حاشیه نبود. رامین رضاییان که هفته قبل در فوتبال برتر حضور پیدا کرده بود و لباساشو نشون داده بود، گفته بود بابا من از جنس خود مردمم، من خاکی میپوشم، من همیشه هم استایل‌های گرون قیمت نمیزنم، اما این بار باز هم با سفر پرحاشیه‌ای به فولاد پیوست و پرحاشیه از این جهت بود که با جت شخصی و اختصاصی سفر کرد به اهواز. رامین رضاییان پر از تناقض، حرکاتش، حرفاش، رفتارش و دیگه باید کنار بیایم ظاهراً یه جوری با این اتفاقات. کم حاشیه نبوده در کل دوران فوتبالش، این حاشیه ها رو داشته، چه در زمان پرسپولیس برانکو که برانکو یه جا محکم وایساد و گفت من این بازیکن رو نمیخوام، حتی اگر طلا باشه رامین رضاییان رو نمیخوام. ولی خب ظاهرا رامین رضاییان خو گرفته به همچین رفتارهایی و دیگه هم نمیتونه تغییری در منش خودش ایجاد کنه. نظر شما چیه در مورد رامین رضاییان؟ به نظرتون به لحاظ فنی که خب اوکیه و همه تاییدش میکنن، اما این رفتارهاش ناشی از چیه از نظر شما؟ با پیوستن دانیال ایری به پرسپولیس حالا مهدی تارتار 3 بازیکنی رو در اختیار داره که هر 3 مدعی پوشیدن پیراهن تیم ملی هستن: محمد مهدی زاره، حسین کنانی زادگان و حالا هم دانیال ایری. بعضی از خبرنگاران حوزه پرسپولیس که اشراف بیشتری به تمرینات این تیم دارن مدعی میشن که مهدی تارتار تمرین با 3 دفاع رو در دستور کار خودش قرار داده و هیچ بعید نیست که پرسپولیس در بعضی بازی‌ها و یا در دقایقی از بازی‌ها با دفاع 3 نفره به میدون بره، یعنی کنانی زادگان، محمد مهدی زاره و دانیال ایری. البته پرسپولیسیا روی نیمکت حسین عبرگویی رو هم در کنار خودشون دارن. به نظر شما دفاع 3 نفره جواب خواهد داد در پرسپولیس یا اینکه مهدی تارتار به سبک همون 4 دفاع خطی پرسپولیس رو ارنج خواهد کرد؟ آمار کلی دانیال ایری رو هم با هم مرور کنیم. در فصل گذشته که 23 بازی انجام داد، 2012 دقیقه بازی کرده، میانگین دقایق بازیش در هر بازی 88 دقیقه بوده، 11 کلین شیت رو همراه با تیمش ثبت کرده، 8 برد، 8 مساوی، 7 باخت و درصد امتیازگیری تیمش هم 46 و 38 صدم بوده. میانگین بازپسگیری توپش در 90 دقیقه 5 و 4 صدم، میانگین دفع توپش 8 و 32، میانگین توپ بلند صحیحش 2 و 23، میانگین پاس صحیح 3 و 32 و میانگین تکل موفقش 2 بوده و نمره‌ای که متریکا سایت آمار ارقام فوتبال ایران بهش داده 7.5 بوده از 10. حسین قهار یکی از خبرنگاران حوزه پرسپولیس هست که در رسانه فرهیختگان فعالیت میکنه. او مجموعه استوری هایی رو منتشر کرده و افشاگری هایی داشته از بریز و بپاشی که پرسپولیس داره و مسائل عدیده مدیریتی که باهاش مواجهه. در یکی از استوری ها میخونیم 5 اردیبهشت 403 بانک شهر و کنسرسیوم بانکی مالکان پرسپولیس شدن. از اون موقع تا الان حدود 845 روز گذشته. تو این مدت بیشتر از 10,000 میلیارد تومان پول به این باشگاه تزریق شده. اما حاصلش چی بوده؟ ناکامی و شکست. یه آجر رو آجر نذاشتن. هیچ توسعه زیرساختی، هیچ پروژه موندگار و بزرگ و هیچ اتفاقی برای آینده باشگاه رقم نخورده. امسال هم
تیم خوب بستن با فشار خود شخص رئیس بانک شهر بود که خیلی اتفاقات افتاد و آستین زد بالا. دید داره پولو میده، فقط فحش میخوره. هوادار هم مجبور از تیمش حمایت کنه تا مثل 2 فصل اخیر فاجعه به بار نیاد. اما آقایون مدیر چیکار کردن؟ فقط دفتر و دستک گرفتن برای خودشون. هر کدوم یه قسمت برداشتن، جزیره خودمختار تشکیل دادن تا برای رفقاشون حقوق رد کنن، برای منشیاشون تولد بگیرن، برای آدماشون جایگاه درست کنن. قرارداد بازیکنان رو نجومی ببندن، مخصوصا تو خارجی ها. مثلا دنیل گرا که بیشتر از 100 تا نمیارزید، بیش از 1 میلیون یورو برای 1 فصل و نیم باش قرارداد بستن و تا دلتون بخواد اینطوری بازیکن جذب شده. قهار در بخش دیگه ای از استوریاش نوشته احد میرزایی میخواد دوست عزیزش فلانی رو حقوق بگیر باشگاه پرسپولیس کنه، این کار رو انجام بدید زودتر که کار دارم. سینا مهربخش دوست دیگه تبریزی ایشون هم از قبل اسمش تو لیست حقوق بگیرا رفته. آقایون مسئول، اون باشگاه مگه انقدر آدم و دفتر و دستک و جزیره خودمختار میخواد که اعضای هیئت مدیره هر کدوم دارن رفقا و دوستان و عزیزان خودشون رو وارد سیستم میکنن؟ آمار ارقام دیگه ای هم منتشر کرده و مثلا یه جایی باز برده از آقای همتی مقدم عضو هیئت مدیره که گفته یک بار هم جایی به خاطر پرسپولیس کسی نیده حرف زنه، تو سکوت کارشو جلو میبره. اومد شد رئیس کمیته انتصابات. به بخش اقتصادیش به زودی با مستندات فرود میکنم. بعد ببینید چقدر انتخاب و انتصاب فاجعه این مدت بوده. من براتون لیست بنویسم خندتون میگیره. مثلا محسن زاره که مغازه موبایل فروشی داشته، میاد میشه مسئول راننده ها و پیگیری امور بازیکنان و مربیان خارجی. و این حکایت پولپاشی تو فوتبالی که وضعیت خروجیش اینه و تو مملکتی که میگیم پول نیست و مردم از فقر اقتصادی رنج میبرن و مشکلات خیلی خیلی زیادی دارن. اما در فوتبال بریز و بپاشای آنچنانی میشه این دعوا و این رفتن ها و اومدن ها، این بگیر و ببند ها. البته بگیر و ببندی هم دیگه الان وجود نداره، یه موقعی بود. امیدواریم که این بگیر و ببندا بیاد دوباره، یعنی نهادهای نظارتی بیان و نظارت کنن روی این قراردادها. حالا که میبینین این یکی رو لو میده، اون یکی پته رفیقش رو آب میریزه، بد نیست که نهادهای نظارتی هم یه عکس العملی داشته باشن. خیلی متشکرم از همراهی و رفاقت شما با کانال تیکی تاکا نیوز. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.